سلام، من الهی هستم، سوجوک تراپیست از انجمن بین المللی سوجوک و در این ویدیو میخوام باهاتون تکنیکی رو به اشتراک بذارم که حداقل 20-30 مورد از اختلالات و ناهماهنگی های بدن ما اگر احساس میکنیم کاملا و مستقیم به این ارگان مربوط میشه. بله، کلیه ها که در طب چینی و کره‌ای و کلا مکاتب علوم شرقی ریشه بدن هست و همون حکم ریشه درخت رو داره. چطور اگر ریشه درخت سالم باشه، قوی باشه، خوب انرژی به درخت برسونه، ما درختی سالم و تنومند و بارور خواهیم داشت. پس اگر انرژی کلیه ها تو سیستم ما هم کامل و سالم و بی‌نقص عمل بکنه و خوب انرژی برسونه، ما بدنی سالم، قوی و زیبا خواهیم داشت. حالا این مواردی که اگر بالای 30-35 سال هستید باید دقیقاً به کلیه ها ربطش بدید و برید سراغ تقویت کلیه ها چی هست رو من براتون میگم. ما توی طب کلا مکاتب علوم شرقی بالای 30-35 سال نظرمونه که کلیه قوی نداریم و معمولاً کلیه ها انرژی کلیه میره تو ضعف و با ضعف کلیه مواجه میشیم که نمودش در بدن ما این اختلالاتی هست که میگم. از سر شروع کنیم، موافقین از سر شروع کنیم. اگر ریزش مو دارین، اگر کیفیت موهاتون به هر دلیلی خوب نیست، اگه اختلال یادگیری و حافظه دارین، اگه مطلبی رو خوب یاد نمیگیرین یا اگر یاد میگیرین خوب نمیتونین نگه دارید و زود از حافظتون میپره، یعنی اختلال حافظه دارین، چون مغز انرژیش رو از کلیه میگیره و کلیه ضعیف حتما ضعف حافظه میاره. اگر هر اختلالی در گوش ها و سیستم شنوایی داریم، مثلا خود گوش اگر به سرما یا گرما حساس باشه، اگر صداهای غیر عادی و وزوز و صداهای غیر معمول رو دارین میشنوین و حس میکنید، اگر گوشاتون عفونت میکنه زود به زود یا جوش میزنه یا هر اختلالی که در گوش میبینید و سیستم شنواییتون، حتما به کلیه باید شک بکنید، به خاطر اینکه کلیه ها، گوش ها دروازه کلیه هستند و کلیه نمودش رو و اختلالاتش رو کاملا در گوش ها ظاهر میکنه. اگر هر جور اختلالی در سیستم اسکلتالتون دارید، اگر هر جایی از بدن باشه، استخوان درد داشته باشید، مثل زانو درد که اصلا مستقیما کلیه هست، زانو درد رو کلا با تقویت کلیه درمان میکنیم، کمر دردها، دیسک کمر، سیاتیک، هر جور اختلال اسکلتالی رو ما با کلیه درمان میکنیم. اگر هر جور اختلال در ناحیه دهان و گلو دارین، به خاطر اینکه مریدین کلیه میاد از انگشت پا شروع میشه، انگشت کوچیک پا شروع میشه و تو این مسیر تا بالا تا این ناحیه میاد، حتی تیروئید تو این ناحیه رو درگیر میکنه. اگه خود کلیه هر جور اختلالی داره، اگر کلیه هاتون سرده، اگر گرمه، اگر سنگ میسازه، اگه مرتب عفونت میکنه، اگر پر ادراری یا کم ادراری دارید، اگر خون در ادرار میبینید یا اختلالات جنسی و هورمونی از هر نوعش که باشه در خانم ها و آقایون، اگر در بانوان اختلال بلوغ زودرس داریم میبینیم یا تأخیر در بلوغ رو داریم میبینیم، اگر هر جور اختلال قاعدگی در زمان قاعدگی داریم، درد، خونریزی های زیاد، خونریزی کم، اگر گرگرفتگی های دوران یائسگی رو دارین تجربه میکنین، اگر فیبروم، کیست، اندومتریوز یا هر نوع اختلالی از این دست میبینیم، ناباربری ها در خانم ها از ضعف کلیه ناشی میشه. در آقایون هم همینطور، اگر اختلال پروستات و ناباروری دارن، زود انزالی، میل جنسی چه زیاد باشه چه کم باشه، اگر اختلال نعوذ دارن یا هر اختلالی که تو سیستم تناسلی شما دارین مشاهده میکنین یا باهاش برخورد دارین، همه رو باید برین سراغ کلیه و ضعف کلیه رو برطرف بکنید. حالا در ادامه بهتون میگم. دیدید بیشتر از 20-30 مورد شد، خیلی بیشتر از اینها میشه. بریم سر اصل مطلب. الان بریم سر اصل مطلب و اینکه چطور با این کلیه های ضعیف برخورد بکنیم و بتونیم تقویتشون بکنیم. در مکتب درمانی سوجوک بگم که این مکتب درمانی سوجوکه و این تقویت کلیه رو ما در مکتب درمانی سوجوک داریم آموزش میبینیم. اول باید خب طبیعتاً انطباق کلیه ها رو، جای انطباق کلیه ها رو ما پشت دستمون
پیدا بکنیم تا بعد بگم چه کار بکنیم. اول انطباق کلیه ها رو پشت دست پیدا میکنیم به این ترتیب که شما 2 تا کلیه در بدن دارید. در انطباق پشت دست هم ما جای 2 تا کلیه رو مشخص میکنیم. کلیه سمت راست و چپ رو به این ترتیب انطباقش رو پیدا میکنیم که بین انگشت کوچیک دست و انگشت حلقه، بین انگشت 5 و 4 دست، اینجا شیار بین انگشتان رو، دقیقاً شیار بین انگشتان رو میگیریم. این شیار رو، تاندون انگشتان رو میگیریم، میایم پایین تا میرسیم به استخوان مچ دست که من اینجا با گذاشتن لوبیا مشخص کردم. میرسیم به استخوان مچ دست. قبل از استخوان مچ دست اینجا یه فرو رفتگی احساس میکنیم. دقیقاً دونه لوبیا رو باید بذاریم توی این فرو رفتگی زیر استخوان مچ دست. برای کلیه دیگه هم همینطور عمل میکنیم. بین انگشت شماره 2 و 3 شیار بین انگشتان رو میگیریم، میایم تا به استخوان مچ برسیم. به استخوان مچ که میرسیم، زیر استخوان مچ یه فرو رفتگی احساس میکنیم. اینم جای یه کلیه دیگه مشخص شد. حالا چرا از دونه لوبیا ما داریم استفاده میکنیم؟ از دونه لوبیا در قانون سوجوک چرا استفاده میکنیم؟ سوجوک قانون شباهت هاست. یعنی ما اگه بخوایم ارگانی رو تقویت بکنیم، دقیقاً میریم به دونه مشابهش فکر میکنیم. کلیه کاملاً، دونه لوبیا کاملاً شبیه کلیه است. دونه لوبیای قرمز رو شما ببینید کاملاً شبیه ارگان و بافت کلی است. از دونه لوبیا استفاده کنیم. اگه یه روزی پس خواستیم مغزمون رو تقویت بکنیم، برای تقویت مغز میریم سراغ مغز گردو که روی انطباق مغز قرار میدیم. حالا الان برای کلیه میگم. از دونه لوبیا پس به خاطر قانون شباهت استفاده میکنیم و قرار میدیم روی انطباق کلیه راست و چپ قرار میدیم و برای تقویت ازش استفاده میکنیم. حالا اینکه چه کسی باید از لوبیای قرمز استفاده بکنه و چه کسی از لوبیای سفید رو الان کامل براتون توضیح میدم. اگر شما بدن سردی دارید، کف پای سردی دارید، پهلوهای سردی دارید، احساس سرما میکنید، مخصوصا در کف پا و در پهلوهاتون، قسمت پهلوها، باید برید سراغ لوبیای قرمز. چون علاوه بر این که لوبیا شبیه کلیه هست، رنگ قرمزش هم رنگ گرماست، یعنی انرژی گرما داره میده به کلیتون. پس توی انطباق از لوبیای قرمز استفاده میکنیم. لوبیای قرمز سالم و خام انرژی داره. انرژیشو میده دقیقاً به کلیه، به انطباق کلیه و بدن ما، سیستم انرژی ما رو دریافت میکنه. نیاز داریم به دونه لوبیای قرمز و چسب تریم. چسب تریم چسبی هست که تو داروخونه ها موجوده. چسب ها معمولاً حساسیت ندارن، چسبندگیشون خیلی خوبه و با شستشو و با رطوبت هم باز نمیشه. از چسب تریم استفاده میکنیم. چرا من اینجا از چسب شیشه‌ای استفاده کردم؟ به خاطر اینکه کاملا نمایان باشه، من بتونم بهتون یاد بدم. از هر چسبی میتونید استفاده بکنید، ولی بهتره از این چسب‌های تریم که در داروخونه ها موجوده استفاده بکنید و به راحتی میتونید باهاش کار بکنید. من اینجا با چسب شیشه‌ای نشون دادم به خاطر اینکه ببینید دقیقاً من از چه لوبیایی و در کجا استفاده کردم. پس انطباق کلیه رو که پیدا کردیم، اگر کف پای سرد، پهلوهای سردی داشتید، از دونه لوبیای قرمز با چسب تو انطباق کلیه فیکس میکنید، میذارید حداقل 8 ساعت تا 24، حداقل 8 ساعت، حد اکثر 24 ساعت یه دونه میتونه روی انطباق بمونه و شما میتونید از خاصیت ماساژش هم استفاده بکنید. میتونید این دونه لوبیا رو قشنگ توی انطباق ماساژ بدید که حتما روزهای اول احساس درد میکنین، چون کلیه ها تو ضعف هستن، مشکل دارن. حتما اینجا کلیه رو که فشار بدین، ماساژ بدین، احساس درد میکنید. انقدر این کار رو انجام میدید تا این درد برطرف بشه. حالا 8 ساعت وقتی ماساژ دادیم،
روزی 3 بار، هر بار 5 دقیقه میتونید ماساژ بدین دونه ها رو و جای خودشون فیکس با چسب بمونن. حداقل 8 ساعت، حد اکثر گفتم 24 ساعت و بعد از 24 ساعت دونه باید تعویض بشه، چون انرژیشو کامل داده به انطباق و دیگه اون دونه قابل استفاده نیست. دونه رو عوض میکنید و دونه جدید میذارید. چه وقت از دونه لوبیا سفید استفاده میکنیم؟ اگر کف پای گرمی دارید، اگر کف پای گرمی دارید، پهلوهای گرمی دارید، کلا احساس گرما میکنید، از دونه لوبیای سفید روی انطباق استفاده میکنید. به چه ترتیبی؟ همون ترتیبی که گفتم، قانون یکیه. محل انطباق کلیه رو پیدا میکنید و دونه لوبیا رو میذارید، با چسب تریم فیکس میکنید. روزی 3 بار، هر بار 3 تا 5 دقیقه این دونه رو در این محل ماساژ میدید. اگر احساس درد کردید به ماساژتون ادامه میدید و این درد برطرف میشه و میذارید حداقل 8 ساعت و حد اکثر 24 ساعت این دونه در محل انطباق فیکس بمونه و انرژیش رو به انطباق بده. انرژیشو کلا به سیستم انرژی کلیه ما میده و بعد از 24 ساعت دونه رو تعویض میکنیم. به چه ترتیبی عمل میکنیم؟ یک شب روی دست راست این عمل رو انجام میدیم و یک شب روی دست چپ این عمل رو انجام میدیم. به مدت 6 شب انجام میدیم، بعد 1-2 شب استراحت و بعد دوباره اگر نیاز بود تکرار میکنیم. حتما که نیاز چندین بار تکرار بشه، به خاطر اینکه کلیه ها ضعف دارن، تقویتشون ممکنه چند دوره نیاز داشته باشه. میذاریم این دونه ها میمونن. این دونه ها که گفتم تشخیصش با شماست که دونه لوبیای سفید برای کلیتون استفاده بکنی یا دونه لوبیای قرمز، باید شما تشخیص بدین. در زمانی که دارین استفاده میکنین کاملا به علائم توجه بکنید. اینکه اگر سرد بدنتون داره گرم میشه، اگر گرم دمای بدن داره متعادل میشه، چند دوره که تکرار بکنید ببینید اون 20-25 مورد اختلالی که نام بردم همگی با هم میرن رو به بهبود و همگی با هم خوب میشن. این تقویت کلیه رو برای خودتون و همه عزیزانتون که در اطرافتون هستن انجام بدین. برای سنین بالاتر، سالمندان عزیز حتما انجام بدین، بهشون یاد بدین که اینجوری تقویت بکنن کلیه هاشون رو، چون توی دوران سالمندی خیلی دردهای اسکلتال زیاده، اختلالاتی مثل فشار خون و اینها زیاده که با همین یه تکنیک ساده کاملا رو به بهبود میرن و خیلی اوضاعشون خوب میشه. خیلی درد و رنج این دوران از زندگی کم میشه و از بین میره. سبب خیر باشید، آموزش بدید به اطرافیانتون، باهاشون به اشتراک بذارید این ویدیو رو که همه بتونن استفاده بکنن و کلی درد و رنج و عذابشون کم بشه. و یادتون باشه که سلامتی و تندرستی شما آرزوی ماست.